نیما سلام آقا، ما یه روز رفتیم تو جنگل یه دوری با ماشین بزنیم. همه چی داشت همینجور که میبینین خوب پیش میرفت تا اینکه یه اتفاق بد افتاد. بریم ببینیم چی شد. تنهایی جنگل خالی از سکنه گیر کردیم. هیچ کم نیست ما رو در بیاره. حاجی ماشین گیر کرد، کسی هم نیست اینجا بکسلم کنه. باید خودم یه جوری از این شر راحت شم. برم سنگ و منگ بذارم زیر چرخا ببینم در میاد یا نه. در میاد با این حرکاتی که زدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید تو. آقا دوباره ماشین در نیومد و این دفعه واسه این که دیگه نهایت زور ماشین رو ازش بکشم شیشه ها رو دادم بالا که گلا نیان داخل ماشین. در نیومد، گذاشتمش همونجا بمونه. برم یه تراکتور بگیرم بیام ببینم میتونم درش بیارم. کجا رفته؟ کلن تو زمینه. نیسانی هم اومد جرئت نکرد بیاد جلو درش بیاره. آقا اینجا من یه تراکتوری گیر آوردم که ماشین رو بکشه. خب اما یه تجربه‌ای که به دست آوردم این بود که وقتی توی همچین وضعیتی قرار داری دیگه خودت گاز نده، بذار همون تراکتور تو رو بکشه، چون گاز دادن تو جز استهلاک چیزی دم این نمیده. یارو گه، واقعا دمش گه. نیسانه گفت 500 میگیرم درت میارم، گفتم نمیخواد. گفت اینی کی گفت که برو اصلا پولم نمیخواد. واقعا دمش گه. لاستیکار حاجی پشمام. و این بود از داستان اون روز من. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.